تمیز، عالی. غیر از اینکه قیمت خوبه، تازه حراجم میخوره. اینجا پارکینگ داره بچه‌ها، ماشین رو میذاریم تو پارکینگ، قشنگ با خیال راحت میریم که خرید کنیم. بچه اینجا جمعه بازاره که ما اومدیم. ببین اینجا به قول معروف از شیر مخ جون آدمیزاد هست، یعنی جمعه ها بیشتر مغازهای اینجا میبندن و میان اینجا بساط میکنن با قیمت های حالا مناسب تر یا نه همون معمولی، ولی هر چیزی بخوای توش میتونی تر و تازه پیدا کنی. بچه این آقای سمبوسهاش خیلی خوشمزه بود، منم سمبوسه گرفتم خوردم، تمیز، عالی. فقط همه سایز بچه اینا همه ماکارونی های فله‌ایه، یعنی تو میتونی کیلو کنی و بخری. چه رنگ و آبی داره. بچه این دقیقاً همون سبزی خوش عطر و بوییه که توی اردک ازش استفاده کردم، ساتوری کردم، خوردش کردم. اینو نمیدونم چه، اینا چیه؟ ولیک. ولیک به چه دردی میخوره؟ آها اینا هم ولیکه، حالا بر خاصیتش. مرسی. اینجا از یه تایمی به بعد که میشه مثلا آخرای بازار که میشه همه چی حراج میخوره تازه. غیر از اینکه قیمت خوبه، تازه حراجم میخوره. من از این شلواره عروسکی مرسکی خیلی دوست دارم، ولی الان اینا مورد علاقه هم نیست، مدلش رو دوست نداشتم من. بچه این دمپایا برند خاصی نیست، خب من خودم نمیتونم اینا رو بپوشم به خاطر اینکه سفتم، ولی خب هر کسی میتونه برای یه موقع احتیاجش اگر کمرش مشکلی هم داشته باشه قیمتش مناسبه بگیره. هم بگیریم 70 دیگه این درانی در اینا فکرم با چای خیلی بچسبه نه؟ اینا تازه است؟ آره همون مالی. چه قیمته؟ همیشه اول که میرم اینجا فقط نگاه میکنم، ذوق میکنم، بعد آخر که میشه هل اینو بردار اونو بردار، نمیدونم کدومو بردارم بگیرم. ساعت کوچیک سبدان
گرم و عالی هم. گرم و تازه و خوشمزه، اسپرسو، نسکافه، کاپوچینو